سلام، خوش اومدید به چنل من. توی این ویدیو یک ویدیوی دلی بیشتر و راجع به حقایق بازار کار برنامه نویسی هست و من امروز یه چیزی دیدم اعصابم خیلی خورد شد. حالا بهتون میگم چیه. ببینید امروز من یه کامنتی رو دیدم زیر یک از پست‌های مربوط به برنامه نویسی توی تیک تاک. از این اکانت‌های مذهبی بود. اومده بود گفته بود تو ایران برنامه نویسی نمی‌کنن و این فریم ورک‌ها جاسوسن و مثل وردپرس و این چرت و پرتا. کسی که هیچ دانشی نداره راجع به برنامه نویسی و فقط گندگوزی میکنه اومده همچین حرفی زده. برید ببینید چه کامنتی گذاشته. دیگه خودتون قضاوت کنید. به خدا قسم بازار کار برنامه نویسی توی ایران با سر تا سر دنیا فرق داره. حالا میگم قضاوت با خودتون. یه عده افرادی که هیچ تخصصی توی این زمینه ندارن میان همچین حرفی میزنن. حالا من نمیخوام کار چیزی بگم ولی فریم ورک ها چطور میتونن جاسوس باشن من نمیفهمم. آخه چطور ممکنه؟ تو از کجا میدونی؟ منبع چیه؟ معلوم نیست از کجاشون میارن این حرفا رو. بعد قشنگ تو کامنتش به شعور برنامه نویس های ایرانی که شاید بگم با حقوق 10-15 تومن مبتدیا دارن کار میکنن داره توهین میکنه. معلوم حالا نمیخوام ویدیو سیاسی بشه ولی خواهش میکنم اگه راجع به برنامه نویسی دانشی ندارید حرف نزنید. حرمت اون پرچم قرمزی که گذاشتی و نگهدار واقعا. اگه بهش اعتقاد داری. نمیدونم. واقعا اعصابم خورد شد من این کامنت رو دیدم. دیگه نمیدونم چی بگم. تو کشوری که حقوق یک فرانتکار حالا به خصوص تو شرکت‌های دولتی 10-15 تومن. خب این ارزش نداره. البته مثلا بک‌اند کارا حالا یه خورده بیشترن. حالا آره ولی خب من توصیهم اینه آقا تو شرکت‌های دولتی کار نکنید چون سرنوشتتون یا حقوق 10-15 تومنیه یا حقوق زیر 10 تومنه. من به چشم دیدم. اگر میخواید واسه شرکت کار کنید شرکت‌های خصوصی معمولا بالای 50 میلیون حقوق میدن و یا فریلنسری هم بد نیست ولی آزاد کار کنید یا پروژه دلاری بگیرید اگر اون درآمد رویایی برنامه نویسی رو میخواد. یا دلاری کار کنید یا آزاد کار کنید که حالا یه ویدیو راجع به کار آزاد برنامه نویسی هم بهتون میگم که چطوریه. کار آزاد برنامه نویسی فقط یه نکته بگم توی خارج از کشور خیلی رایجه ولی توی ایران تازه داره به قولی ترند میشه. البته هنوز ترند نشده ولی به هر حال. ولی من واقعا حالم به هم خورد این کامنت رو دیدم. دیگه قضاوت با خودتون. ببخشید اگه ناراحتتون کردم. میدونم سخت زندگی تو ایران و تا ویدیو بعد خدا نگهدار.